نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن خب نگاه کن نگاه کن نگاه کن اینو دیدی خب انگوس میذاری اینجا انگوس میذاری اینجا خب این نخ پایینی رو بکش بیا بکش بیا بکش ای؟ چی بحول بده من خودش چقدر قشنگ آفرین بابا بزن بابا چه میکنه انجام میدادم آقای بچه انجام بده آیا میتواند همین کاری که بابی انجام داد رو انجام دهد الان کسی بهت گفت شبیه کی هستی؟ شبیه گوریل نه گوریل شبیه تو. گوریل شبیه تونست آفرین آره دیگه آره، تونست. همون دست تموم شد بده من بکشم بده من بکشم آفرین. درسته؟ آفرین خیلی آره. یه مرتبه نکشید نه حواسم یه هست. مرتبه نکشیدی آها دندون دندون رفت تو قندون کسافت آشغال بده من سنسیتیزی جان مادرت بده برو بگو یخوابت من شادگی رو بردی من شادگی رو بردی مسخره آشغال بده من مسخره آشغال یکی بگو سوسیس یه دونه شوشیش بده من اصلا بگو سوسیس بگو سوسیس سوسیس دندون چیزی دندون افتاد تو بذار تو دهنت دیگه بله خب میخوام بندازم بله این ننداز بابا ننداز نه بابا ننداز نه این بیدندون میشه اصیل میشیم مهدی بی دندون افتاد تو دندون که به قرآن مجید من شادگی نیاریم من شادی کسافت همه تخصیص شد همه شانور آقا شانور گفت جانور شانور یکی بگو یه جانور بار دیگه بگو جان علی یه بگو جانور بگو جانور شانور شانور دوستان شانور چی بود دوستان بابا شانور کجا گذاشتی دندون کجا رفت بابا دهنت سرویس دندون مردی رو برای چون گوشی بابا دهنت سرویس وای صداش اصلا در نیار ولش کن چیه بابا آقا درس امروز این درس بده دندون تو بده آقا شر شد بگو ساده زیستن جزو سادگی است شاده شیشتر شسر شادگی رستم دستان سازه ای را ساخت رستم شستان ساشه ای را ساخت نشد خوب نشد یه باری باید بگه کشافت نمیتونم آشقال سعی کن بتونی رستم دستان ساشه ای را سوخت من فقط دندونام ازت بگیرم همینجا من راحت و علی رو شعر میدم چی میدی؟ شعر میدم شیر میکنه معرفه بابا من بدی اگه شما رو اینجا شعر ندادم آقا قبل از اینکه شعر بدی شیش لیک سیخ 6000 سه شیش لیک سیخ 6000 آقا بعدی چیه؟ به عنوان آخری حسن ختام سه شنبه شو 63 شو شنبه شو 63 شو سه بار بگو شنبه شو 63 شو شنبه شو 63 خنده بکن این آهنگ باید بخونی آهنگ داماد مال آقای ستار رو باید بخونی آهنگ داماد ستار بخون و حسن ختام دندون وسط بیاریم شاد اومد شاریم عروش نقل و نبات داریم عروش نقل سر داریم جومات شاق پسر داریم امشب شبه شبوشیه شبارکه با شبارکه سه زنگ زد گله کن منم بابا این کسافتای بابا که شد اومدن دندونای منو گرفتن شالار من کسافت آشغال کسافت میگم بابا که شد دندونای منو گرفتن به من نمیدن شالار گوش کن یه دقیقه پسر با خدا منم مادرم زنگ زدم گفتم به بابا زنگ بزنه فقط داشته باشی فیلم دیگه مامان زنگ بارک الو جان فروزان جان ما الان داریم ثبت میکنیم اینجا فروشان نه اینکه میگم کی بیام دنبالت
فروشان این کشافت ها اومدن اینا منو دارن اذیت میکنن اینا منه چیکار کنم نه والا فروشان عزیزم گوش کن این کسافت این علی و با بابکشون اومدن کسافت سر من بلا آوردن عزیزم آقا دندون بده دیگه. چی میخوای شان مادر این چندون رو بیا شان مادر بیا اینجا شان اذیت نکنین بی‌بدتر حالا بالا نگاه کن نه بالا درخت یارو بخور چی بالا نگاه کن بالا اینا کلاغه بردم بالا دیدی؟ کشافت آشغال اینو چیکار کنم من بگی صندلی بگی بیار چه خوشگله دندونه مسواک میزنی؟ با چیکار کنی؟ چی گفتی الان؟ کشافت شیشار کنم الان من اینه چیکار کنی؟ شیشار بگی شیشار کن تو شعر میگم خیلی آقا شعر بده بعدن این با شعر انسان منظورشه یواش شاخه نشکن فقط ای چی شرافت شاشقال شرافتا اوه بالاخره گرفت آخه دندونش گرفت خدا رو شکر با اون چیزی که میخواست رسید خدا رو شکر چالش خیلی باحال براتون آماده کردیم داریم کش درست میکنیم و امیدواریم آخر هفته خوبی داشته باشیم انگشت رفت تو حلقمون متشکرم آقا کش تست کنین قشنگ این بهتره اون کلوفته این نگاه کن بزن. الان نگاه کن بذار کش تست کن پاره الان اینو نشه بکش خیلی خوب از این ور خیلی خوب الان اینو بکش تو تست کن کشو اینو بکش چیشه کجا رو خب ببینم هیچ کارش تمومه مهدی جون بیا مهدی جون حیوان چرا ول میکنی تو؟ ول نکردم که انگشتم ول شد جانور که بهت میگم جوانور ببین جوانور هم تمام وجود میگه بازی بسیار جذاب یه سوال دارم رنگ پوستتون چقدر فرق میکنه علی بیا تو چرا مو نداری بابا مو زدی نه من اصلا یه چه خاطره بگم آقا من پدر من خدا رحمتش کنه خدا رحمت انشالله کنه. تمام پدرای شما هم که فوت کردن خدا رحمتشون کنه روح مؤمنایی هم که هستن انشالله بجون بنال حرف بزن زنده دیگه باشن و سالم و تندرست حواس دیدی بود روی اونایی هم که هستن نه آقا من پدر من از اونجایی که انقدر تنش سفید بود خیلی تنش سفید بود بهش میگفتن حاج علی عروس واقعا؟ به خدا بعد اینم سری میومد وقتی میگفتن حاج علی عروس یه تیکه میداد همه آقا اینو یه سری خودتون فکر کنم متوجه به قرآن نمیبینم بابا خب این چند تاه؟ 2 تا ای بابا اینجوری که نمیشه که میگم به جان تو به ارواح خاک پدرم نمیبینم مسخره ای تو نمیگی آقا دقیقاً داری درست میگی درست من چیکار کنم برو خدا آخری بشین از آخری میگم به ارواح خاک پدرم نمیبینم ببن قشنگ ببن این قشنگ دوبله کنم تا دماغ بابا قشنگ بیا چیزش کن این چند تاه؟ 4 تا من دیگه به قرآن درست به جوونیم قسم درست من دیگه بازی نمی‌کنم به خدا درست کن. 4 تا باورم نمیشه بابا قسم بخور بگو به جان من و سالار به جان علی به جان سالار به جد مادرم من ندیدم این چه شما حالا دیگه من چی یه بار دیگه بشین یه بار دیگه بشین بگم؟ تو شانس یه بار دیگه بشین یه بار دیگه زمان بشین ندیدم. یه بار دیگه بشین بابا بشین یه بار دیگه وای این دفعه می‌ذارم تو بشین قشنگ ما فیلم بگیم بشین چیکار کردی؟ دست که سوال دستم درد می‌کنه آه خدا دلم درد گرفت آه بابا تو صورتت چی بود دردی دیگری عالی بودی من دارم میگی قسم خورد نمیبینم دیگه بابا چجوری میگفت برو آخرین برو بگو ما بیشتر بازی برو آخرین عدد آقا این عدد چند تاه؟ 5 تا نه دیگه دیدی گفتم نمیبینه دیگه نگفتم یک بود بریم ببن بریم تو دست بابک داخل خب حالا یه دست تو بابک بیار بیرون بابا یک دونه رو ول کن نامردی نکن که صحبتی تو چقدر یه دست رو بابک بیار بیرون بزن
احمقه خیلی احمقه قرمز شد ببینم سب کن بذار 2 دقیقه دیگه بهت میگم خب بابا یک دونه رو ببر بیرون بابا بزن بابا چرا عوض کردی آخه این لحظه عوض کردم چی رو این کارو کردی این یه لغزشی احساس آقا کردم این اومد تو رو گول آره بزنه خدا شاهده بابا آماده ای؟ بابک یک دونه رو ول کن ول کنم ول کن سب کن بابک بابک یک دونه رو ول کن یه دونه رو آره کثافت 2 بابا یک کدوم ول کن بکش کثافت خیلی خوش جزی کن آها بابک انتخاب کرد بابا بزن کثافت یه تیکه رو فقط ببین اینجوری شد نه قشنگ یه تیکه رو بگیر علی دقیقا این ببین کلفتش همینجور موند نگاه کن خیلی عروسی انگار از دوش دوچرخه رد شد تو به من نگو عروس من یه فوش بعد به تو دلم نه، نه، بگیرم نه. دوباره برمیگره آره به خودت برمیگرده بیت خود زنی نکن پس یه دسته بیار بیرون آها بابا آماده است بزن رو همون یکی خورد علی ببینم دست بگی رو همون یکی خورد علی سب کن 2 دقیقه دیگه بهت میگم بخواد آماده ای؟ بریم. بشینه بابک دیگه به خدا بابک دست ببر لای یک کدوم خنده داشته باش خب آخ، بیار عقب خب بابا یک دونه میتونی ول کنی آخ. ماشان گاهی پشت بزین گاهی زین به پشت و زین به پشت اینه پسر شعر نگو واسه من کثافت دستان ادامه من دیدم داره بیبینه ولی دکتر کثافت تو این همه داری با من بازی می‌کنی زیرش میگی کلا بکشم. می‌ذاشتی سر من نه کلا که گذاشت سرت الان خیلی بگی کثیفی آها الان چون آره. الان چون چونی به کلا خدا صدا نداره بابا بشو بس من شاعر نشو واسه من نمیخواد شاعر بکنی آره ایشون بابا یک جور وایساد گفت من میخوام بازاروز خرید کنم این چی نگاه طلبش مو هم داره پشمم داره اول اینو واژویل میکشم بعد قشنگ با تیغ ژیلت قشنگ پشماشو میگیرم تروب خیلی دوست داری تو فکر این گوزه از کجا میاد با همین تروبا میسازم دیگه بشم متشکرم یک دونه الان چند خریدی سوال دارم ببین یه دونه امروز و فردا پس فردا گوزم تکمیل میشه دوباره نه قیمتی چند میلیون خریدی این یه دونه باور کن 10 تومن واقعا آره دیگه 5 تومن دومشه 2 تومن کاکل داره، برگاشه کاکل داره. 3 تومن هم پشماشه یعنی 10,000 تومان قیمت یه دونه تروب آره تروب ولی تروب برگان تروب برق دیگه مسابقه وضعیت ماشین ما تقریبا از ساعت 4 تا نگاه کن. تقریبا 6 شدیم نگاه کن افتادیم تو چاله یعنی شانس ما رو سالار چرا بوق میزنی اتو سرویس محسود در خدمت شما است. آقا یه لحظه گوشی بچه‌ها در هر شرایطی آقا شاد یه باشید. نفر تو رو خدا عشق بیاد کنید. کمک اتو سرویس محسود در ای خدمت شما خدا است. این شما چه بهترین- داستانیه چجوری الان اینو در بیاریم ما چه گرفتاری شدیم ما الان کفش سفید گور پدر علی ماشین کفش سفید من گل شد کی میخواد جواب سالار بده؟ رو مخ منی به قرآن میزنم بدم اعصابم خورده داداش کفشو ببین شاید زوم کن آخر اینو میکشم خودی بزن بکشید دیگه شما ماشین لگنت بیشتر ارزش داره یه کفش اصلی من که از استانبول خریدم خود خریدی؟ این هم وضعیت ما لگن دیگه علی اسپور نه گاز تازه روشن کرد دوباره یواش یک دو بیا یه دیگه یواش برو گاز بده بیا یا خدا خدا رو شکر خدا بچه نگاه کنین تو چی بودیم خدایی چال اسکندرو آقایون خسته نباشید
دم شما گرم. آشای خدا قوت، آشای رخصت. آمازیار مرسی. امیرعلی بچه ها از کمیته اومد. پیجش میذارم هر کسی ماشین باشه. آقا دمتون گرم. بازار باشه. فولترش کن بیا آقا فولترش کن. روشن نکردیم دیدم. روشن آخه. نکردی؟ نه اول ماشین روشن بود داشت استارت میزد دیدی ماشین آره این در این حد نیست که ماشین فقط نگاه کفششه اصلی خریدم.